السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران و خواهران عزیز. امروز بهر شما دو دعایی که برای جوان پسر و جوان دختر عائله برپا میکنن پیشکش میکنم و از همه خواهش میکنم که نوا را با دقت گوش کنید و به دوستان خود روانه کنید تا که در ثواب اونها شما هم شریک شوید. از همه جوان پسرها خواهش میکنم که شب اول که میخواهند به نزد همسر خود داخل شوند اولا طهارت کنید و در دست خود یگام طعام با لذت یا اینکه عسل باشد یا اینکه دیگر شیرینی های هسته در دست خود گرفته به نزد همسر خود داخل شوید و به همسر خود این شیرینی را تناول کنید. بعداً با همسر خود 2 رکعت نماز بخونید. این بسیار بهترین است. در بعضی روایت ها میان که با همسر خود 2 رکعت نماز بخونن به حد خوب است. بعد که نماز میخونید به انجام میرسونید این دعا را با همراه همسر خود بگویید. انشاءالله در زندگی تو برکت پیدا میکند خداوند متعال. دعا چنین است: اللهم اینی اسألک خیرها و خیر ما جبلتها علیه و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. این دعایی است که از جناب پیامبر. معنی دعا چنین است: ای بارا خدایا من از تو سوال میکنم، یعنی از تو طلب میکنم. خیر گفته برکت، نعمت. همین زن خودش نعمت. در دیگر حدیث پیغمبر میگه همه چیز نعمت، نیکی بهترین نعمت این زن خوب است. مقصد دعا این است که ای بارا خدایا من از تو طلب میکنم این نعمت بزرگو، یعنی این زن رو. و خیر ما جبلتها، و بارا خدایا بر من نصیب بگردان رفتار خوب این زن رو. جبلتها گفته رفتار خوب این زن رو. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها، و ای بارا خدای به سوی تو پناه میبرم از زنی بد خدای به سوی تو پناه میبرم. و شر ما جبلتها گفته از خلق رفتاری بد این زن یا الله من به سوی تو پناه میبرم. این دعا را کنید انشاءالله خداوند در زندگی تو برکت میدهد. بعدا وقتی که این دعا را کردید با همسر خود وقتی که در جایگاه خواب که وقتی که با همسر خود نزدیکی نکرده این دعایی که پیغمبر خدا علیه السلام گفت این رو بخواند، خداوند متعال از بین همون زن و شوهر فرزند خوب نصیب میگردانه و از وسواس شیطان نگه میدارد. این دعایی است که پیغمبر بر ما آموختند. دعای دوم این است: بسم الله اللهم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا. باز تکرار میکنم: بسم الله اللهم جنبنا شیطان و جنب شیطان ما رزقتنا. بسم الله به نام الله مهربان. ای بارا خدایا از بر من و همسرم و از بر آن چیزی که بر ما رزق روزی میتی یعنی فرزند از شیطان نگه بدار. معنی دعا همین است: به نام الله مهربان ای بارا خدایا از بر من و همسرم و از بر آن چیزی که بر ما نعمت میتی یعنی فرزند از وسواس شیطان نگه بدار. این دعا را کردید انشاءالله پروردگار مهربان در زندگی تو فرزند خوب و از زندگی تو بدی ها را الله متعال دور میکند. در دوام صحبت دوستان عزیز از ما اگر خطاگی سر زده باشد از همه معذرت میخواهم و کوشش کنید که این دعا را از یاد کنید و در زندگی خود این را تصدیق کنید. پروردگار